همسرای خود، اهل خانواده خود از آتش جهنم نگاه کن. در شرایط فعلی که ما شما زندگی میکنیم، در شرایط رسول صلی الله علیه و سلم خیلی کار ساده بود در وقت، اما ببینید شک در شرایطی که ما شما زندگی میکنیم فتنه ها خیلی زیاد است. فتنه ها خیلی زیاد است. حالا شکل دیگه را به خود داره. به خاطر تشکیل یک خانواده اسلامی میبینن که انسان چقدر مشقات و تکالیف میبینه. به خاطر که انسان بتونه متوجه باشین که اساس خانواده، اساس یک جامعه، اساس یک نظام اسلامی که در یک جامعه باشه، اساس جامعه اسلامی را خانواده های مسلمان تشکیل میده. یعنی یک جامعه از خانواده ها تشکیل میشه، یک جامعه اسلامی از خانواده های مسلمان تشکیل میشه. و اساس خانواده اسلامی را چی تشکیل میده؟ زوجان، زن و شوهر، زن مسلمان و شوهر مسلمان تشکیل میده. از این خاطر مرد مسلمان همیشه به این کوشا به این باشه که با دوشیزه مسلمان که متمسک به کتاب الله و سنت نباشه، باید با این چی کنه، باید عروسی باید کنه. خوب متوجه باشه برادر که حسن مجرد هسته، که به این نباشن که ما دوشیزه گمراه را میگیریم، بازی ما پس دوباره چی میکنیم؟ یک 10 سالو رو دعوت میکنیم، 30 سال هستیم با 40 جور بشیم، یک مشکل. نه بی متوجه باشیم. از این خاطر رسول در حدیث میگه تخیروا لنطفکم، و نطفایتان اختیار کنید در کجایی را میگذاریم. این خیلی قضیه اساس است. اختیار انسان همسر مسلمان اختیار باید کنه. از این خاطر رسول میگه که فظفر بذات الدین تربت یداک، ذات الدین کسی که صاحبت الدین است و با او ازدواج کن. زن به اهداف مختلف ازدواج میشه، به مالش، به نسبش، به حسبش، به دینش. حدیث بخاری است. اما شخص مسلمان کسی میشه اختیار هدف دین است. زیبایی چیز موقت است، مال چیز موقت است به انسان. حسب در اسلام انقدر مفید واقع نمیشه به خاطر حسب. احتمال کسی به خاطر حسب بگیری، اما از این یک حدیث باید که حدیث ضعیف است سندش. رسول صلی الله حدیث میگه که شما از چی بترسین؟ از زنای بترسین که خطرا و دیمن. زنا خیلی زیبا میباشن، خود زنای میباشن که نه باید در چراغ‌ها در اینجا باشه. هر که زنا استفاده میکنه. متوجه انسان باید باشه که همسری که اختیار میکنه همسر مسلمان باشه، و او خانواده که دوشیزه خود به عقد نکاح کسی در میآوره متوجه باشه که خیانت انجام نده، این خیانت از اگه انجام گرفت. کلکم راع، دیروز ما به اشاره کردیم، هر کدام شما مسئول هستین. مرد در خانه خود مسئول است، زن در خانه خود مسئول است. مثل که زن مسئول است از فرزند شوهر خود، شوهر باز همگی مسئول است. بس اینا اتفاق مشترک، مسئولیت فرزندان مشترک. به چی راجع میشه؟ با والدین. یکی از مسئولیت همی است تربیت اسلامی. سپس وقتی که انسان میخواد دختر خود به عقد نکاح کس در بیاره که شخص مسلمان باشه. شخص چی باشه؟ شخص مسلمان باید باشه. وقتی کسی به خانه، از این خاطر رسول صلی الله علیه و آله میگه که من جاءکم، کسی که آمد در خواستگاری شما، ترضون دینه و خلقه، از دینش هم راضی هستی و از خلقش، فزوجوه، با نکاح در بیارن دختر برش. الا اگر این کار نشد، تکن فی الارض فتنه و فساد کبیر، فساد و فتنه کبیر در دنیا برپا میشه. برپا به خاطر سببش همی است. به خاطر دین پیش مردم اهمیت نداره باز دیگه. از این خاطر خیلی متوجه باشین، اساس خانواده به می است. و تقوا که است، همین عنصر تقوا که مش متوجه باشین. در قرآن کریم متقین، متقون، یتقون همیشه به شکل جمع ذکر شده. یعنی به این معنی که باید در تقوا همگی باید سهیم باشه که انسان متقی باید شود. امام غزالی رحمه الله صاحب احیاء العلوم اشاره خیلی زیبایی داره. حتی میگه شما دایه که اختیار میکنین، دایه شیر دهنده که انسان اختیار میکنه، در قدیم عموما معمول بود که عموما کسی شیر نمیداد چی خدا. در قریه ها خصوصا عرب ها اکثری بود که به قریه ها به خاطر میفرستادن که در اونجا آب هوای خوبی بود، از آب هوا استفاده کنه، زبانش خوب میشه، تقویت میشه زبان عربیش. به خاطر شهرها کسی میشه مردم عجم هم بایشان خلط میشه میباشنی، از او استفاده باید صورت بگیره. حتی دایه که اختیار باید شه و دایه که اختیار شه. امام غزالی رحمه الله میگه حتی دایه کوشش که دایه اختیار شه که اخلاق حسنه و صفات حمیده داشته باشه. چرا؟ میگه به این خاطر احتمال قوی است اگر زن فاسقه باشه که به یک شکل اشکالی چی شود، همین بعد صفات نقل شود. از این خاطر باید که حدیث ضعیف است، والهن قد اساس در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله باید که بعض علما میگن حدیث ضعیف است. همین اساس به این است که از نگاه طبی فلان ثابت است. یعنی بعضی خصائص انسان میباشه پدر که به شکل خیلی خفی در
فرزندش جابجا میشه به شکل خیلی خفی و بعد از سالهای طولانی ای ظاهر میشه. مثلا یک نفر 40 ساله میشه، بعضی خصایص پدرش در 40 سالگی برای ظاهر میشه، مثلا در 30 سالگی برای ظاهر میشه مثلا. و این چیزی است که ثابت است چیزا. از این خاطر انسان باید متوجه باشه در قسمت اختیار و زن، به خاطر اساس خانواده است که از این باید اولادای صالح باید تربیه باید.